چنگل انا همین پهلوان قبلا قرار داشت و در نهایت هم ناکام شد. این چهره داور درجه بین المللی ظریف نظریف است. اکنون با معرفی باز هم پهلوان جهان میپردازیم. محمد شریف نجمیدینوف، ورزشکاری که در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان در شهر تاشکند برنده مدال طلا شد. دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان ابرمرده که امروز ثابت کرد که این واقعا هم سزاوار است و قدمهایش هم الان خیلی استوارند. و در ابتدای گزارش خود در دور اول اگر بیننده همیشه ما و افرادی که محبت به گوشتین دارند واقعا هم بنده اشاره کردم که این چهره در فینال است و واقعا هر دو رو همچون توصیه دادیم و واقعا هم چنین شد. و پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان هم امروز همچون مدعی جایزه طلایی قائم شکرانوف حالا برای ثابت کردن موقع خویش در میان همتایانش در این مسابقات باشکوه مبارزه را آغاز کرده. اما بس بسیار هم لحظه بسیار هم فرصت مناسب. بله بس چون گفتیم در این ردیف که حالا توقف بود یا چگونه جهان پهلوان پرتافت انجام داده. قائم شکرانوف بیا توجه میکنیم بار دیگر ابتدا هم باز جهان پهلوان بسیار حرکتی. من فکر میکنم که امتیاز هست، شاید من اشتباه کنم و شاید فکر من رو هم داور تواند که تقویت دهد. انا همین لحظه خیلی مساعدت کننده خیلی جالبه که بله واقعا هم وزاری و اکنون باز هم نیروسنجی رو پهلوانان ادامه میدهند. چگونه به این مرحله راه یافتن حتی برای ما امکان وقت هم امکانیت نیست که از صورت افزایی و جالبترین لحظه نیروسنجی باز برای بیننده ذکی معلومات بیشتر دهیم. نجمیدینوف در زیر گروه بی شامل بود. النظرف را در دور اول از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز شکست داد. صبح الدین خلیلوف را در دور دوم مغلوب نمود. در دور سوم محمد اقبال تاشف را شکست داد. در دور چهارم نوروز کریمزاد را مغلوب کرد و این رقابت پنجم پهلوان خلعت سفید داشته در چمپیونات امساله مملکت است. تحت رهبری رؤوف حکومت و تمرین میکند. دوباره هم باز یک حرکت دیگر، اما این مرتبه ثمر نآورد محنت جهان پهلوان و در خصوص هنر و متانت قائم شکرانوف میسزد گفت که الان دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان است، دانشگاه ملی تاجیکستان و تحت رهبری رستم نظرف در مجموعه در تالار ورزشی وستن تمرین میکند. دست جهان پهلوان اندکی آسیب دیده است و میتواند رقابت را ادامه دهد. به یاری تعجیل طبی موصوف نیاز دارد. ما باشیم در این جریان باز هم درباره شکرانوف به شما معلومات بیشتر میدهیم. چه حالتی رخ داد بیا توجه میکنیم در رفتی انا همین سبقه دست چپ حریف رو فشار آورد. اندکی آسیب هم دید محمد شریف نجمیدینوف، اما اشاره میکند که آماده هستم که رقابت را ادامه دهم. در خصوص شکرانوف ما گفتیم که این پهلوان هم اگر ما ابتدا این در زیر گروه دی رقابت را آغاز کرد، اسایف را پهلوان دوشنبگی را مغلوب کرد در دور اول، بعدا قربان علی بازاروف را شکست داد در دور دوم، قایم در رقابت سوم علی باقیوف را مغلوب کرد و در دور چهارم باشد بهرالدین کریموف را دچار شکست نمود و حالا نیروسنجی پنجم خود را به مانند همتایش محمد شریف نجمیدینوف ادامه داده ایستاده است. اما وزری را از دست داده است این پهلوان. این مدعاست که ما درباره باز هم رشد مکتب ناحیه درواز حرف زنیم که این پهلوان هم از ناحیه درواز ابتدا هم تمرین ها رو در کلوب بستنی درواز آغاز کرد
و بعدا چون دانشجو شد به شهر دوشنبه اومد و در باشگاه وستن شهر دوشنبه به تمرین به ادامه دادن تمرین پرداخت و تحت راهبری رستم نظروف مشق ورزی میکند. الان هم باز یک نگاهی داور در رفت یک طرفه داشتن آگاهی به شکرانوف داده می شود. گلحسین رو اگر پهلوانان خوب دانند، این فرزند انا همون پهلوانی شهرتیار درواز است، گلحسین شکرانوف. پرتافت محمد شریف این هم وزری بود، وزری به ایپون تبدیل یافت. جهان پهلوان در این وزن واقعا هم هنرش افضلی کرد، متانتش خیلی خوب بود و دومین وزری رو هم به دست آورد و غلبه صف رو برایش اکنون تأمین کرد. انا همین فرصت لحظه خیلی مساعدی نجمیدینوف رو ما با هم دیدیم. اما اندکی باز هم داور اشاره میکند به نوار تکراری از کارگردان. البته اینجا باز هم خواهش میکنیم که توجه کنم در ابتدا که چگونه بهاگذاری بود یا نه. از آن ما باشد. البته اندکی باز هم دوباره ما میتوانیم که به این کنار هم رجوع کنیم. نجمیدینوف اصول سر کتف، حرکت نجمیدینوف بعدا هم در موردی بود. من فکر میکنم هست کتفش علاقه در زمین بود. اما باز این کار شد، بیکار کرده شد وزری دویم. شکرانوف حالا توجه میکند که باز هم به اصول سر کتف برایش اینجا تنها وزری لازم است که از این حالت رهایی یابد و موفق هم باشد. یک وزری تقدیر رقابت رو به نفع شکرانوف حل کردن نمیتواند. 1.5 دقیقه دیگر پهلوانان در اختیار دارند. مرحله نهایی وزن تا 73 کیلو رو ما تماشا داریم. باز هم محمد شریف نجمیدینوف رجوع میکند. دست پرور مکتب مهارت عالی ورزش شیدو با پهلوان ناحیه درواز، ورزشگری که چون گفتیم که گلحسین سالیان طولانی هم در میدانهای بانفوذترین تاجیکستان میدانداری میکرد و پهلوان مردمی بود. براستی نشانه از این مرد فروتن انا همین قایم است که الان در مرحله نهایی قرار دارد. و نیروسنجی گلحسین شکرانوف را با شیرعلی بازارов ما هرگز فراموش نمیکنیم که بسیار هم یک نیروسنجی خاطرمان و با سرعت و جالب و واقعا هم عبرت بخش بود که در آن زمان شیرعلی بازارov هم بسیار تاکتیکای خوبی گوشین جدا داشت و به آسانی غلبه به دست آورده توانست. شکرانوف هجوم میکند چون که میداند دیگر وقت نیست، امکانیت لحظه به لحظه محدود می شود، وقت سپری می گردد. کمتر از 1 دقیقه دیگر قایم شکرانوف از بالا داشتن برایش بسیار مساعد است. اما این را هم محمد شریف نجمیدینوف خوب میداند، ببینید خود را زود کنار میگذارد. البته در این ردیف که دست حریف از بالا داشتن که بسیار هم فرصتی مناسب است برای شکرانوف در عملی کردن 3 سمت، 3 حرکت، 3 کوششی مساعده کننده که باز هم اصولهای خاصی خود رو دارد، در هم جدا و هم گوشتنی میلی، هم سامبو. حالتی راست بودن و فرصتی که بسیار قایم شکرانوف میخواست، اما با چنگال جهان پهلوان در افتاد. رها یافت و نجمیدینوف با همان امتیاز یگانه وزریش در جمهوری تاجیکستان یگانه شد
و صاحب مدال طلا گردید و واقعا هم پهلوان جوان و امیدبخش در این مرحله سزاوار بود. هرچند ببینید احترام است، قایم اشاره میکند که واقعا هم شما سزاوارید، شما ارزنده اید، اما افضلی من با همون یک امتیاز وزری بود که در این رقابت البته برایم نصیب گردید. انا همین گفته ها را چون دست فشاری کرد به کتف حریف و چنین بیان نمود. من از نام محمد شریف نجم‌الدینов اینجا هم اشارهش رو اندک شرح دادم. واقعا هم ببینید روند مبارزه نشان داد. انا همین لحظه بود وزری، انا همین فرصت بود که اندکی باز در ابتدا براسی اینجا هم بحث داوران به میان اومد، اما همون بهاگذاری دقیقی بنده هم اشتباه نبود و در پرتافت دویم اندکی چون پیشگویی کردیم، پیشگویی نه و نظری خود رو هم بیان داشتیم که برعکس شد.